در یک روز سرد زمستانی مردی از میان جنگل عبور می‌کرد. برف همه جا را پوشانده بود و باد سرد درختان را می‌لرزاند. ناگهان میان برف‌ها چیزی توجهش را جلب کرد. یک مار یخزده بی حرکت، انگار که مرده باشد. دلش سوخت، مار را برداشت، در آستینش گذاشت و با گرمای بدنش زنده نگه داشت. مدتی گذشت، کم کم مار جان گرفت، چشمانش را باز کرد و آرام بی صدا درون آستین خزید. اما ناگهان مار سرش را بیرون آورد و به مرد خیره شد. مرد وحشت زده گفت: من تو را نجات دادم، چرا می‌خواهی مرا نیش بزنی؟ مار آرام زمزمه کرد: ذات من همین است. دردی شدید در بدنش پیچید، پاهایش سست شد، چند قدم تلو خورد و روی برف افتاد. کاش به ذاتش اعتماد نمی‌کردم. مار بی تفاوت خزید و در دل جنگل ناپدید شد.